هلو گایز بچه ها، امروز اومدم با یه ویدیو آموزشی خفن دیگه. یکی از بچه ها که گفته بود چجوری کوین بگیریم تو ایونت ها، منم امروز اومدم بهتون بگم که چجوری تو ایونت ها کوین رو بگیرید در هفته 450 الی 500 تا. اما به ریجن خودتونم بستگی داره. اگه ریجنتون ژاپن باشه تا 450 400 کوین ها بهتون میده، اما اگه ریجنتون غیر از ژاپن باشه تا 150 200 بیشتر نمیده. خب بزن بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. تورس اینجاست. مچ. تو قسمت مچ که اومدیم سمت چپ خب ایونت نوشته دیگه، خب معلومه دیگه، ایونت پی وی پی. سمت راست سمت چپ بالایی رو میزنید. خب سمت چپ بالایی رو که زدید میبینید که چند گزینه هست. خب من چند تاشو رفتم، الان فقط یکی مونده. خب این یکی هم فکر کنم همین بود. کو آره همین بود. میبینید 50 تا کوین زده. خب باید یه دست بازی کنیم که 50 تا کوین رو بگیریم. خب این از این قسمت. یه قسمت دیگه هم داره پایینیش، همون سمت چپ پایینی ایونت ویسیال. خب این هم هست. این هم مثلا واسه اینکه جی پی جمع کنی. کوین هم بعض وقتا قرار میگیره تو این ایونت. الان ایونت یه غیر از این دوتا دیگه نیست، تو همین دوتا ایونت دیگه. خب من یه دست برم بازی بکنم ببینم میتونم 50 تا کوین رو بگیرم یا نه. خب بچه ها گفتم بهتون قبل اینکه استارت کنیم میام کلیر دیتا میکنیم. خب کلیر دیتا که انجام شد ترکیب و یه تست میزنیم. خب اشتباه زدم. ترکیب و یه تست میزنیم، یه نگاه میکنیم، بعدش استارت میکنیم. حالا دیگه اگه پیدا شد خب بازی میکنم، اگه پیدا نشد دیگه بازی نمیکنم. فکر نکنم پیدا کنم، چون من ایونت هر وقت اومدم خیلی سخت واسم پیدا میشه. اما تو بخش مچ آنلاین هر وقت کلیر دیتا میکنم خیلی سریع واسم پیدا میکنم. فکر نکنم پیدا کنه. ماجی پیدا نمیکنه. تا کی باید منتظر بمونم؟ آجی پیدا نمیکنه، ولش کن، حوصله ندارم. خب دیگه همین دیگه. کوینا رو خواستی جمع کنی هر هفته. خب هر هفته تو همین دوتا ایونت قرار میگیره. هر هفته این ایونت ها رو چک کن، هر کوینی که اومده بود بازی کن، جمع کن دیگه، به همین راحتی. خب بچه ها خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه بودید. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. اون زنگوله رو هم بزنید به محض اینکه ویدیو گذاشتم مطلع شوید. تا ویدیوی بعدی، یا حق.